طبق نقشه چاره‌بینی‌های کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در یکجایی با فدراسیون ولوسپدرانی کشور در شهر خوجند چمپیونات تاجیکستان اوید به ولوسپدرانی در ترک و شاهراه برگزار شد. در این چاره‌بینی ورزشی ورزشکاران 16 17 ساله، 18 19 ساله، 20 25 ساله و از 25 ساله بالا از شهر دوشنبه و ولایت سوخت اشتراک و مهارت سنجی کردند. چمپیونات مذکور با مقصد دریافت بهترین ورزشکاران کشور جهت اشتراک در مسابقه‌های با نفوذ در پیش ایستاده راه اندازی کرده شد. در بین ورزشکاران 16 17 ساله خال محمد گدویف بین پسران و کریستینا خسمتولینا بین بانوها در ولوسپدرانی در شاهراه صاحب مقام یکم شدند. در این نمود بین ورزشکاران 18 19 ساله کامران قادیروف مسافه معین شده را از همه پیش تعیین نمود. بین جوانان 20 25 ساله جمعخان جمال‌الدین و بین از 25 ساله ها بالا رینات باتیرشین و مطربه عبدالجمیل و از همه پیش به مرا رسیدند. سبقت در مسافه های 25 50 و 90 کیلومتر جریان گرفت. در نمود ولوسپدرانی در ترک که در میدان ولوسپدرانی مقطع مهارتش عالی ورزشی ولایت سوخت برگزار شد، ورزشکاران در مسافه های گوناگون بین هم سبقت کردند. والیبال جایزه‌داران چمپیونات تاجیکستان اوید به ولوسپدرانی در ترک و شاهراه با مدال افتخارنامه های کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و تحفه های خاطروی فدراسیون ولوسپدرانی کشور سرفراز گردانیده شدند. فدراسیون ولوسپدرانی جمهوری تاجیکستان برای تشکیل نمودن این چاره‌بینی‌ها همه کوشش را به خرج می‌دهد که سطح ورزش ولوسپدرانی در جمهوری تاجیکستان به یک مرحله خوبی استانداردهای بین المللی جوابگوی مطابق شود. ما در جام جهان توانستیم تاجیکستان عزیزمان را شهر دوشنبه را به جهانیان همچون یک شهر ورزشی، تاجیکستان را همچون یک جمهوری ورزشی معرفی نماییم.